بریم سراغ معرفی یکی از بهترین خلبان‌های سوخت‌رسان جهان، یک مغز متفکر، یک کوه شجاعت که این بمب پرنده رو هدایت می‌کرده و توی بدترین شرایط‌ها همیشه به کمک خلبان‌های جنگندمون میومده و همه خلبان‌های تاپ ایران اون رو میشناسن. یک اسم آشنا، تیمسار لوتر یادگاری. 326 در ارومیه به دنیا آمد و بعد از پایان دبستان و دبیرستان، چون کلاً ورزشکار بودم، از اون دسته آدم هایی که نه توی قاب عکس میمونن نه توی خط خبری، بلکه توی آسمون ثبت میشن. لوتر یادگاری یکی از همون خلبان هاست. متولد 1326 در شهر ارومیه، یک مسیحی آشوری بسیار عزیز، ولی اونقدر به ایران ایشون وفادار بود که خودش یه تنه معنی وطن پرستی و وطن دوستی رو عوض میکرد. از همون روزهای اول مشخص بود که آدم معمولی نیست. هم قهرمان بوکس ارتش ایران بود و هم اعزام شد به آمریکا برای آموزش. پایگاه لکلند و کریسلر، جایی که خیلی ها حتی خواب ورود بهش رو هم نمیدیدن. آموزش های اولیه رو با سسنای 208 شروع کرد و بعد هم اومد سراغ C130، یک غول پروازی. پایگاه شیراز جایی بود که ایشون اونجا آموزش میدید و آموزش میداد، اما مسیرش عادی پیش نرفت. لوتر یکی از اولین خلبان‌هایی شد که روی تانکر بوینگ 707 کار کرد و شد استاد خلبانی این پرنده در پایگاه مهرآباد. اون سالها وقتی هنوز کسی در ایران مفهوم سوختگیری هوایی رو درست نمیتونست درک بکنه، لوتر یادگاری داشت با 707 پرواز مستقیم میرفت آلمان. پشت سرش هم 4 تا فانتوم جنگی پرواز میکردن. این یعنی نه فقط مهارت بلکه اعتماد مطلق به فرماندهی. 45 بار پرواز مستقیم داشت به آمریکا. برای هر کدوم گواهی ایمنی پرواز گرفت که خودش یک رکورده. با شروع جنگ همون تانکرهایی که خیلی ها مسخره میکردن و میگفتن اینها ولخرجی های شاهنشاه ایرانه، شدن قلب تپنده این عملیات ها. کمان 99 که دیگه همتون اسمش رو شنیدید، همون روزی که ایران با فانتوم ها 40 نقطه عراق رو با خاک یکسان کرد، سوخت این پرنده ها توسط این هواپیماهای غول‌پیکر سوخت‌رسان تامین شد از پشت آسمون، جایی که لوتر یادگاری با 707 خودش مثل سایه دنبال این فانتوم ها میرفت. توی عملیات اجسه هم که یک عملیات افسانه‌ای بود هم حضور داشت که 3 پایگاه بستی عراق در پایگاه‌های الولید نابود شدند. یادگاری اونجا یکی از خلبان‌های اصلی سوخت‌رسانی بود. بدون اون عملاً این عملیات‌ها اصلاً اجرا نمی‌شد. 8500 ساعت پرواز رسمی داشت. عددی نیست که بشه به راحتی ازش گذشت. اونقدر بهش اعتماد داشتن که شده بود خلبان اصلی جابجایی مسئولین نظام به مدت 8 سال متوالی. و نکته مهم اینجاست که ایشون با اینکه مسیحی بود، فشار خیلی زیادی روش بود بعد از انقلاب، ولی مثل کوه ایستاد و گفت من به کشورم وفادارم و نه به قدرت ها. از کسایی بود که هیچ وقت خودش رو جلو ننداخت، کارش رو میکرد، پرواز میکرد، میسوخت ولی نمیسوزوند. این آدم فقط یک خلبان نبود، یک ستون بود توی نیروی هوایی، یک متخصص واقعی که وقتی که اسمش میومد هیچ کس دنبال تعارف نبود، فقط یه جمله میگفتن: اگر لوتر یادگاری باشه کار درست پیش میره. و این خیلی نکته مهمیه که شما بتونی این غول پرنده که عملاً یک بمب، بیای خودت رو بزنی به دل خطر و گهگداری بیای توی پرواز بکنی توی حریم هوایی عراق و سوخت برسونی به هواپیماهای جنگنده ایرانی تا اینا بتونن برگردن به میهنشون. واقعاً شجاعت رو این خلبان‌های سوخت‌رسان ما معنی کردن.